میگویند زن خوب نیمی دولت. در خدمت همین گفت ایامو پیشینه ها موندگیه او در بابی واجب خوبتر میدونم بابی دولت همه میگویند همین زن خوب نیمی دولت بچه. اگر بگوی که پیغمبر همین خیلی گفته ایش خیلی بعد هم مصطفی‌ها در همونجا شتیگی باشن بگن که دولت ایربی همین زن خوب نیمی دولت میگم کن. من یک روز در همین اینترنت یک چیزی را میگفتم یکی همین قصه با زبان همین کرلی برای آمد که همین زن خوب نیمی دولت ای کجا پیدا شده بوده. میگوید یک مرد بسیار خداترس و با تقوای بود و بسیار مردی دارنده بود لیکن ازدواج نکرده بود، زندار نبود. پروردگار اینا در مرض همون در امتحان قرارش میدهد. میگوید یک ملائکه را روان میکند با صورت یک سائل یک طلبنده و اون ملائکه میگوید در اینا میکوبد و میگوید من طلبنده هستم خداوند این مالی که برای تو داده نیم همیره برای من بده زندگیم خوب شود به خاطر خدا. میگه آدم خدا ترس بودی اندک فکر کرد گفت تو نام خدا را گرفته بیا همین مالا بتونش نیمی مالا بریده در دستش داد گفت نیمی مالا این همی قدر میشوه است. همون روز میگوید بعد از ظهر بود بعد از نماز پیشین بود که باز سائل اومد باز گفت که نیمی مال تا به خاطر خدا من بده. گفت در اینجا چی گپی هست که دو طلبنده آمدن هر دوش یک گپ میگن نیمی مالا میگه او شداد شب میگه و بسیار فکر کرد که همه مال چند ساله جمع کردگی داده هیچ در همین فکر بود میگه خوابش بود سحر نماز صبح خوان که در تق تق شد گفت یکم طلبنده دیگه آمده باشه. با پیش در آمد که یک مرد بسیار زیبا ارادید گفت بیا مرحمت بخانه. او گفت که من ملائکه پروردگار هستم خداوند من روان کرد دیروز تو را پروردگار امتحان کرد که از امتحان خدا گذشتی همه مال تا به خاطر خدا دادی پروردگار من روان کرد که برای همون بنده من پرس که چیزی میخواه از من که بخواه. این مرد گفت که من مال دنیا را دیدم خدا و در ثروت همه اینا را دیدگیم میشود که یک روز فکر کنم بعد بگم که چی مخول من همون خداوند من بده. بعد میگه پیش عالم ها رفت چند عالم همون محله اینها هر کدومش هر چیزی گفت یک تاش علم و یک تاش کتاب گفت یک تاش قلم و دفتر گفت او زمان ها کمه هر چیزی گفتن. با یک آخرانش گفت که در همین فلان همین که یک عالم بسیار با تقوا با همراهی عائله زندگی میکند از همون پرس همون میداند که چی چیز در دنیا از همه خوبه. بعد از او رفت میگوید در پیش اون عالم عرض کرد اون میگوید گفت حالی بشین بچه من گپت میزنم که چی بخواه از این پروردگار که ترایخی در اختیار گذاشته باشه. میگوید او کمپیرش دستور داد که یک تربوز خوشرو بیار برای مهمانم. میگه کمپیر تربوز آورد مسافید یک سیاستش کرد گفت که این تربوز نمیشه و یک تربوز دیگه بیار. با کمپیر میگه خط در رفت خواب گفت مردنجان با تربوز آوردن تا 3 بار گردانی داشت تربوز آخران نبری دندو خوردن. بعد گفت حضرت همین مسئله کاری ما چی میشود؟ گفت نفهمیدی؟ گفت نه. گفت در اینجا من تنها زندگی میکنم خیال میکنم که از همه بهترین مرد نیام. گفت چه؟ گفت به خاطر اون که اینمی کمپیر نباشه من در اینجا زندگی کردن نمیتونم. از خدا زن خوب خواه گفت. گفت اینمی جا گفت ما در خونه یک تربوز داشتیم. همین کمپیر دیدی که 3 بار سیاست کردم گرداندمش رفت تربوز با ایسر میشوشت دیگه طرفش قیطا داده آورد. اگر زنی بد نشد یک وعظ میکرد که در این که خدا دمی یک تربوز در خونه نمیبری خب کنی باید تا با مهمون فریاد که در هیچی نیست در اینجا باید داد و فریاد میبرداری. حالی خدمون در اصل که ای ترسی زنه که رستوران میبرن مهمون ها را در مهمون خونه های چند متره کدگی دیگه همون زنه قش قواق که میکنه میگه اینجا بیا که برنامه رستوران در یک چی بخیرم به همون جوابش بتون برای که در اون خونه با جنجالی و زنه که در نمونید. بعد میگوید آمده این ملائکه را گفت که اکنون از پروردگارم یک زن صالحه میخواهم. این ملائکه گفت آها یک چیزی بسیار قیمت خواستی. این زن صالحه گفت در این شب و روز 3 نفرن. یک تاش گفت شوهر داره در یک که با همراهی شوهرش زندگی میکنه هم در نظر داشته. یک نفر دیگرش گفت پگاه توی داره. یک نفر دیگرش اکنون
سال بعد به دنیا می آید. انا موشه انتظار میشه انشالله همو به وایه رسید میگیره میتیم. گفت نمیشود. تو من پیشنهاد کرده من زورکنی نرفتم. پیشنهاد کردی این نمیه که پگاه توی داره میره میگیری میتیم. نگه با این ملائکه رفتن خلاصه کلام که او دختر خواب اون پدر او را در گرد در آورد. این ملائکه گرفتن در این مرد دادن. در وقتی برآمدن پدر یمو دختر 10 تنگه یمی طلای قدیمه در دست دخترش داد. گفت که دختر جان به خاطر آن که در بین مردان شرمنده نکردی، به آبروم نکردی، با هر جوانی به آداب رفت و آمد نداشتی، هر مخیلی که من خواستم پدر را در مخیل گشتی، با همون سر لباس گشتی. امروز با در این مرد دادم بازم گپ ما گرفتی و چند بنابراین همین تنگوهای به جای من بگیر در زندگی در کار میشه. میگه رفتم چند وقت با این مرد زندگی کرد. حکم مالهاش داده یک زنی خوب خواسته خدا. دیگر شرایط دو قدر خوب نیست. با یه روز میگه همون زنش تنگوها را برو آورد و گفت که امینها را بگی مردک برای ای بزرگ یک گاو بخر بیار. همون گاو تفکش استفاده میریم، شیرش استفاده میریم، زندگی مونه مایده خوب شود. این مردک میگه همون پولها را گرفت بازار رفت. در بازار وقتی که میگشت تنگوها را برو آورد برای یک گاو و سودا کردن. تنگوها را برو آورد که نماینده های پادشاه دیدن تنگوهای قدیمه. ولی چه دلار ایدمت بشه خوب میدن در بزرگ میده که نیازی که در جو میده میکنه گفتن. تنگوهای قدیمه دیدن در حال در پادشاه عرض کردن که یک کس در بزرگ با تنگوهای قدیمه خرید کرده است. پادشاه گفت در نظر کدومی هست؟ این کدام ذخیره طلا را یافتگی است، ذخیره کدام پادشاه پیشینه را یافتگی. من خودم از پشت این میشوم و این کان طلا را از دستش میگیریم. پادشاه لباسا را علیش کرد به بازار اومد که این مردم گاو خرید. از پشت همین مرد که حرکت داره که برام چیه بیاویم همون کان طلا را بیاویم. میگه در راه رفتن گرفت. اون مردم همین گاو با دو بز در راه ایواز کرد. با بزار با یک پوست ایواز کرد. پوست دید با یک شبکه ایواز کرد. بعد این مردک این پادشاه حیران شد که این مردک دیوانه باشد چی باشد. شبکه را میگه در سرش کرد و رفت همین آب در لب همون جو آب میخورد که شبکه از سرش افتی در درون جو تا قپ و قپ کرد که رفت شبکه را از سرش رفت. باید پادشاه آمد گفت که تو دیوانه شوری چی یک گاو قیمت خریدی آوردی با بز با پوست و ایستا ایستا با شبکه و شبکه را در درون آب رفت. ولی در خانه برای چی گپ میشه و بالا در اکر قطیش هم دیلیوی بکنه و گپ زدیست. گفت که من گفت یک زنی خوبه دارم در خانه که اگر برم پول همون داد بگم که همین خیل کار شدگی هیچی نمیگم. ای گفت که به خدا قسم من پادشاهم اگر بریم که در خانه تره هیچ کسی چی نگه من همین نیمی دولت همی برو میتونم. رفتم بگه پیش درش. بعد پادشاه در پشت در ایستاده یعنی درون درده ایستاد. زنش آمد پیشواز گرفت. بسیار مردک جان گفته بسیار مگو مردک اینه گاو آورده بسیار خوب شده. گفت که زنک که به نپرس که گاو نآوردیم گاو با دو بز علیش کردیم. بعد این زنش گفت که مردک زیخ نشو آخی بزم خوبه کو ای گاو دا بز خوب دتا میکنه با یم نغزای. گفت زنک بزا با پوست علیش کردم. گفت مردک جان زیخ نشو آخی با این پوست با خوبه ای همه دا یا بروخت میدوزم در زمستان میپوشی. زنک خوبه بیا که چخیل مردک خرسان میکنه در همون کارش. بعد گفت که آخ پوست با شبکه گفت آخ مردک جان با خوبه سرت گرمک در زمستان میگردی. گفت با شبکه در درون آب رفت. بعد گفت که مردک گفت زیخ نشه همه خداوند تر ساق سلامت آورده این پول مال دنیا هیچ گپ نیست. تو را پروردگار در این قره درو ساق سلامت بالای سر من آورده همش با شیدن میگیره. با پادشاه اینه دیده حیران شد. گفت که واقعا زن خوب داشته. اگر ما همین زنوار احترام اگر امتحان بگیریم برادران گرامی که زن نیستن که همین مردک حالت چه بفهمم که همین روز تو بگه تقتی چند کس جنگ خوده قضی چند کس دشنام و چی کارها شدگه این بگه که اومد همه کار شد در همین خانه در آمدن همین خیلی حل کنم که خرسنگ بود روی بشینه. باشه با کمبدی ها رو گپ میزنیم که همین خیلی این خیلی زنه که کم هم برادر گرامی که همین مردک وقتش خوش کنه و خرسنگ داده پیشوازش بگیرم. بعد میگه پادشاه گفت که لفظی ما همون لفظ همین نیمی دولت در اختیار همین گپی که زنی خوب نیمی دولت در همونجا بوده تقسیم.